سلام. نمیدونم اصلا میخوام چی بگم. هیچ تصوری از این که قراره الان راجع به چی حرف بزنم ندارم. فقط تصمیم گرفتم که بیام انجامش بدم دیگه. مگه چی میخواد بشه؟ اینجوری بودم که بالاخره از یه جایی باید شروع کنی دیگه. بالاخره باید استارتشو بزنی تا که میخوای صبر کنی. سلام بچه، من سپیدم و اینجا استودیوی هنری منه. میدونم که تقریبا هیچ قسمتیش توی ویدیو الان معلوم نیست، ولی بعدا بهتون نشون میدم. ماجرا از این قراره که من تقریبا 3-4 ماهه که میخوام بیام بالاخره فعالیتم رو توی یوتیوب شروع کنم، ولی هر دفعه پشت گوش میندازم یا اینکه انگار دنبال یه موقع خاصم که بیام این کار رو بکنم. و دیشب بیخوابی زده بود به سرم. این اواخر زیاد این اتفاق میفته که شبا انقدر فکرم درگیر میشه که من نمیتونم بخوابم کلا. یعنی دیشب من 5 دقیقه هم نخوابیدم و وقتی انقدر فکرم درگیره واقعیت اینه که ترجیح میدم نخوابم. یعنی هیچ تلاشی هم واسه خوابیدن نمی کنم، چون اگه بخوام سعی کنم که خوابم ببره بیشتر اذیت میشم. برای همین دیگه خلاصه دیشب که تا صبح بیدار بودم و الان ساعت 9 صبح روز جمعه است و انقدر نخوابیدم که دیگه گفتم پاشم بیام اینجا و به کارام برسم. حداقل یهویی به ذهنم رسید که الان که دارم میام اینجا صبحم هست، منم دیشب نخوابیدم، احتمالاً کشش این که بخوام کار سنگین و نقاشی و این چیزا انجام بدم و ندارم دیگه، چون که به خاطر کم خوابی احتمالاً الان اونقدر انرژی ندارم که بتونم این کارا رو انجام بدم. جمعه صبحم اینجا پاساژ خیلی خلوته، هیچ سر و صدایی نیست. الان من خودم اینجا تنهام و گفتم بهترین موقعیت شاید باشه برای اینکه من این طلسمو بشکنم و بیام بر اولین بار ویدیوی یوتیوب بذارم. آره، نمیدونم اصلا قراره امروز راجع به چی صحبت کنم، نمیدونم قراره چی کار کنیم. فقط گفتم بیام که خودم رو معرفی کنم و بهتون بگم که از این به بعد قراره اینجا باشم. بذارین از معرفی خودم شروع کنم. خب، منم اینجا نشستم پیش وسایل هنریم برای اینکه میخوام راجع به خودم و کارم براتون صحبت کنم و یه معرفی کلی راجع به خودم بهتون بدم. اول از همه این که من سپیدم، اول ویدیوام اسممو گفتم و احتمالاً از اسم پیجم مشخصه به هر حال. و کارم نقاشی ویترایه. من نزدیک به 8 ساله که دارم کار ویترای انجام میدم و علاقه‌مند به هنر از بچگی، از این جور آدمایی که همیشه میگن از بچگی عاشق هنر بودم و دوست داشتم که کارهای هنری انجام بدم و اینا. من دقیقاً از همونا و انقدر هنرهای مختلف رو امتحان کردم و تجربه کردم این هنرهای مختلف رو تا اینکه یه موقعی خیلی اتفاقی حدود 7-8 سال پیش خیلی اتفاقی با ویترای آشنا شدم و اونقدر بهش علاقه پیدا کردم که الان دیگه شغلمه و دارم ویترای آموزش میدم چندین ساله. دیگه چی بگم براتون؟ رشته دانشگاهیم کاملا غیر مرتبطه به هنر نخوندم اصلا و خلاصه که قرار اینجا تصمیم دارم که اینجا توی این پیج از این به بعد براتون ویدیو بذارم. احتمالاً هر هفته یه بار سعی میکنم که بذارم ویدیوهای آموزش نقاشی ویترای
روزمرگی مقدار دوست دارم قاطیش باشه، نمیخوام که فقط همه چی کاری و آموزشی و اینجور چیزا باشه. روزمرگی در کنار اون کار هنری که دارم انجام میدم که خب طبیعتا من چون شغلم نقاشیه، شغلم آموزش نقاشیه، روزمرگی من نمیتونه جدا از هنر باشه یا جدا از کارم باشه. به صورت ناخودآگاه این دوتا با هم قاطی میشن و امیدوارم که بتونم یه نتیجه خوب از این ترکیب این دوتا، روزمرگی و هنر و اینا، یه چیز خوب بسازم که شما بتونید لذتشو ببرین و دوست داشته باشین و طرفدار همیشگی یوتیوب من بشین. دیگه چی باید بگم بچه ها؟ اصلا نمیدونم الان کسی داره این ویدیو رو میبینه یا نه، چون این اولین ویدیوه و واقعیتش رو بخوام بهتون بگم من حتی نمیدونم یوتیوب چجوری کار میکنه. بسیار عالی. یه چیزی میشه دیگه حالا. یه چیزی یادم اومد، اگر که بخوام بیشتر راجع به خودم و کاری که قرار انجام بدم براتون بگم، بجز مسائل کاری و هنریم، الان چیزی که باعث شده که من تصمیم بگیرم بیام اینجا شروع کنم به گرفتن ویدیو یوتیوب اینه که مدت خیلی زیادیه که نمیتونم یه روتینی که میخوام و برای خودم بسازم توی زندگی و احساس کردم که اگر اینجا یه کانال، یه جایی باشه که بقیه دارن منو میبینن و من مجبور باشم یه سری کارا رو انجام بدم، این خود به خود باعث میشه که اون روتینی که من میخوام کم کم ساخته بشه، کم کم شکل بگیره. مثلا یکیش مثلا سالم زندگی کردن. حالا نمیخوام خیلی کلیشه‌ای بشه، همه دوست دارن سالم زندگی کنن، البته نمیدونم همه دوست دارن یا نه. من دوست دارم زندگی سالم و روتین زندگی سالم. نه این دو میشه. کلا لایف استایل سالم و سبک غذا خوردن، غذاهای سالم حتی من دوست دارم. یعنی شاید خیلی عجیب باشه، من غذاهای سالمو خیلی دوست دارم، با اینکه از نظر خیلی ممکنه بدمزه باشه یا کسل کننده باشه، ولی از نظر من اینجوری نیست. من خیلی دوستشون دارم، به هم حس خوبی میده. روزایی که غذاهای سالم تر میخورم خیلی حس بهتر و حس مثبت و انرژیش کلا یه جور دیگه است اون روزا. برای همین تصمیم گرفتم این چیزا رو با شما به اشتراک بذارم در کنار هنر، در کنار کارم. روتین روزانه‌ای در واقع که دوست دارم واسه خودم بسازم و با شما به اشتراک بذارم، ببینیم تا کجا میتونم کنار بیام، تا کجا میتونم انجامش بدم. برنامه ریزی رو خیلی وقتا همه ماها برنامه ریزی میکنیم بعد ادامهش نمیدیم، یا اصلا برنامه مینویسیم و در حد همون برنامه نوشتنه میمونه و ادامه نمیدیم. یعنی ادامه نمیدیم که حتی یک روز هم بهش عمل نمیکنیم به اون برنامه. و خود من خیلی وقتا این کارو کردم، یعنی 80-90% دفعایی که شاید برنامه ریزی کردم خیلی وقتا بهشون عمل نکردم، یا از اون برنامه‌ای که ریختم مثلا به 10%ش فقط عمل کردم. اون 10%ی که از همه ضروری تر و اجباری تر بوده رو فقط عملی کردم. میخوام سعی کنم که اینجا در کنار هم بتونیم هم کار هنریمون رو انجام بدیم، از کار هنری لذت ببریم، هم بتونم به اون چیزی که میخوام برسم، حالا هم از لحاظ شغلی هم از لحاظ روتین زندگی، که الان فکر میکنم واقعا این دوتا هدفهای اصلی منه واسه زندگی.
خیلی دوست دارم بتونم براتون ولاگ بگیرم، ولاگای روزمره که خب همونجور که قبلا هم بهتون گفتم قاطی این ولاگای روزمره به صورت ناخودآگاه کار هنری هم هست، یعنی اصلا غیر ممکنه چون من کارم نقاشیه و 24 ساعت که نه، ولی به جز تایمی که خوابم بقیه روزم و اینجا توی استودیوی هنری من، پس همه اینا به هم مرتبطه و میخوام بذارم در واقع پیش بره، ببینم که چه محتوایی رو شما بیشتر دوست دارین و همونو بسازم و همونو ادامه بدیم. پس ممنون میشم اگر که دوست دارین منو دنبال کنید و اینجا باشین و منتظر ویدیوهای بعدی هم باشید. مرسی. فعلا خداحافظ.